اونه که از روز اول با رنگ رازش بنز انداخته زیر پاش که دیگه هیچ وقت فرق پیکان و بنزو نمیفهمه. خب اگه هیچ وقت سوار بنز نشی چی؟ تا آخر عمرت میخوای فکر کنی پیکانت بوگاتیه؟ نه دیگه، اگه فکر کنی پیکانت بوگاتیه که بازی نکرده باختی، ذهنت فقیره. باید همیشه یه بوگاتی تو مخت باشه که واسش بود دوی. آدمی که آرزو نداشته باشه صبح نمیتونه از خواب بیدار شه. منم که بیمارستان فرمانی دنیا نیومدم که، خودم یه روزی که از همین بچه ها بودم. بچه پولدار اونیه که شغلش تو جیب باباشه. من حقمو با کاردک از کف آسفالت این شهر کردم. خواهرمو بزرگ کردم، مادرمو جمع جور کردم، خونه ساختم، زندگی ساختم. خیلی ها رو از ته لجن کشیدم بالا. من نه بلدم جا بزنم نه در جا. یه جوون بیش از همیشه میخواد، بیش از همیشه خیلی چیزا میخواد و کمتر از همیشه داره. این که جوانی پررنجه. من اون دوره هست که ماشین میخوام، 10 برابر برام مهمتره تا 40 سالگی. اون وقت ماشین ندارم، حالا 40 سالگی دارم. اینی که من از دست پدر مادرها هرس میخورم وقتی بچه ها میگن حالا صبر کنی بعدن. یعنی حالا برید شما فقط درس بخونی. حالا تو خوبه؟ حالا برن درس بخونن یا پس انداز کنن. من پولی که الان هست که $1 برای من $50 نگه دارم برای که اون زمان که $1 برای میشه 10 سنت. درستون رو بخونید، کارتون رو بکنید، اگه آقا هستید سربازیتون برید، ازدواجتون بکنید، بچه‌ها رو بزرگ کنید، نوه‌ها رو بزرگ کنید، بعد دیگه راحت و آسوده برید دور دنیا بچرخید. قربونت برم من در 70-80 سالگی دور خودم هم نمیتونم بچرخم. چرا برم دور دنیا بچرخم؟ شوخی دارید؟